سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت‌وپزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود بالشکه بین‌نهایت بالازه تیار میکنیم. بسیاری از زنها سوال میکنن که برای چه بالشکه ما وزمین تیار میشود. من باشد امروز سکرتی تیار کردن بالشکه و با راه آسان و از نازکی هایش نشان میدهم. محصولات به ما لازم است: 500 میلی لیتر شیر ایلیق، 120 گرم شکر، یک دانه سفیدی تخم، 100 گرم روغن масла yoki растительный масло ham мешад ва 1 кило об, намак ва 10 грамм дрожжи хушк. дрожжи ҳатман дрожжи шумо нав бошад. мо дар аввал шир ва дрожжро ҳамроҳ мекунем. дрожжро омехта карда бо шир دقیقه بالای شیرمان رو میپاشیم تا که дрожжи ما کمتر ورم کند. ما 5 دقیقه نگاه داشتیم و اکنون شکر، شما میتونید شکرش را بسیارتر کنید اگر شیرینی را دوست دارید. من یک تا سفیدی تخم، масла، نمک، کمتر نمک همراه کرده همش را خوب آمیخته میکنیم تا که شکرش آب شود. آرد را همراه میکنیم. سخت میکنیم. خمیر ما ملایم تیار شد. خمیر را بسیار مشت نمیکنیم برای آنکه بالشکه ما تیزتر ورم کند و خوشرو تیار میشه. اکنون سلوفان کرده 1 ساعت در جای گرم نگاه میداریم. چگونه میبینید خمیر ما خوشرو ورم کرد و اکنون خمیرمان را به زبالچه ها تقسیم میکنیم. من خمیر را به زبالچه های برابر تقسیم کردم. خمیرتان را بسیار نرسانید برای آنکه خمیر بالشکه نازک است تیز ترش میشه. 5 دقیقه بالای زبالچه را با سلوفان میپوشیم. زبالچه های ما هم دم گرفت. من اکنون زبالچه را میکشم. زبالچه را کشادم بسیار تنوب نمیکشاییم. به درون زبالچه مویز یا که وریانی سوگوشانکا میتونید اندازه دیایگان پویدلا شکر چیزی که خواهید میتونید به درون بالشکه من کنید. من باشه مویز میکنم. طرز پیچاندنش اول خوش رو محکم میکنیم. قالبچه میبریم. ببینید خوش رو میشه بالشکه ما. قالبچه بریدم. نه چه شروع شد. حاضر با کارد میبرم چه خیلی میشود. اکنون با مانند قالبچه با کارد میبریم. من طرزی بریدم. من مثل قالبچه میشود. خیلی مانند با قالبچه. من بودی دیگر پیچانیدن محکم کنیم. شروع محکم کنیم تا که وریانکش نبرود. با کارد شروع میبریم. اکنون هر یکش را تاب میدیم. من همه خمیر را تاب دادیم. اکنون من میپیچونیم. من چقدر خوشرو تیار میشه. من چی میبریم خوشرو. اکنون خوشرو میپیچونیم. من بالشکه را کشادم و اکنون با یگان سلفانی سبک 20 دقیقه بالاش را میپوشیم. ما اینجا درق نمیپزیم بالشکه را. همین سبب بالشکه ما سبک و خوشرو تیار میشن. ما اگر بالشکه کشاده درق پزیم بالشکه ما وزمین تیار میشن. چگونه میبینید بالشکه ما خوشرو ورم کردن و اکنون با زردی تخم
یک دو قاشق شیر همراه کرده آهسته میمالیم تا که پیامش نشیند. بسیار آهسته میمالیم. اگر نتانستید با شاتکه میتونید با پخته مالید تخمش را. بسیار آهسته کنید که پیامش نشیند. و اکنون کنجید میپاشیم. شما میتونید مک پاشید یا یگان چی تماما نکنید. با بالای بولشکه خودش شروع میشه تخم مالیدیم و مدتی 15-20 دقیقه به 200 درجه به تفتا میگذاریم. چگونه میبینید بولشکای ما هم به نیت خوشرو تیار شدن. زنهای عزیز، سکرتی همین بولشکه پختن را در خاطر گیرید. یکم بسیار خمیر را رساندن در کار میاید ترش میشد. دوم سکرتش در بولشکه کشاده 20-25 دقیقه نگاه داشته پختن در کار برای همین بالشکای ما سبک میشد. سیوم سکرتش باشد آهسته تخم مالیدن. میسیه سکرتی بالشکای در خاطر گرفته در وقت تیار کردن می سکرتی بالشکای را رعایت کنید. بسیار بالشکای شما خوشرو تیار میشن. چگونه میبینید بالشکای ما به نهایت خوشرو ملایم به نهایت ملایم با لذت تیار شدن. مویزدارش به نهایت ملایم زیر کنی گشته پیامش گشته بلند میشد. به نهایت ملایم. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.